امنیت داریم. الان یک هفته است این دختر خانم توی یکی از شلوغ‌ترین جاهای تهران غیب شده، هنوز نتونستید پیداش بکنید. الان اگه دوربینای کشف حجابتون بود از فاصله 1 کیلومتری مون خانوما رو داخل ماشین می‌گرفتید، جریمه‌شون می‌کردید. بابا یه ذره فکر مردمتون باشید. الان می‌دونید خانواده این بنده خدا چه حالی دارن؟ این همه تو ایران شهید ندادیم، این همه خون ریخته نشده که مملکتمون انقدر بی‌صاحب باشه، انقدر بی‌امنیت باشه. مردم تحت فشارن، هر هفته خبر بد داریم میشنویم. هیچکس جرئت نداره تو خیابون یه گوشی بگیره دستش راه بره. هیچکی نمیتونه یه گردنبند طلا بندازه گردنش. گند زدید به امنیت کشور، بعد میگید امنیت داریم. بابا اگه مملکت داری بلد نیستی جمع کنید برید دیگه. آقا نسل قبل رید موثرین اینجا به خاطر بی‌لیاقتی، خب به خاطر اینکه قدر عافیت رو ندونستن. شما یه سری چیزا رو میگین آره زمانش، آقا من اصلا کاری با شاه خدا بیامرز و خاندانش ندارم، نگوین منو، فهمیدی؟ من اصلا اونجا نیستم. خب شاه خدا بیامرز فقط نفت و گاز و پل ورسک و ولش بکن. بابا کلاس لول داشت می اومد تو ما، از اون قاجار کیری لول داشت می اومد تو ما. آقا مشکل آقای شاه میدونی چی بود؟ من به شما بگم، من خیلی خوندم ایران رو برد 100 سال جلوتر از اون چیزی که بود.